ظلمه که بالای این ملت میبیام من ببرم از منبر بگم ای مردم عزیز 24 سالگرد وحدت مبارک باشد. کدام وحدت؟ کدام وحدت؟ رحمانوف شرم نمیداره؟ میبره وحدت میگه تعریف میکنه. یک بار تو نظر که بهار این ملت یک بار لااخر یک بار نظر کن بعد میفهمی که بحث ما سری چی است. اینجا یک نوارش از زمانی اما بالی کمی شاید انصاف و کمی فهمیش داشت. میبینیم چی میگه. مرحمت. وطندار همین ملک سرزمین در آنجا از همینجا وطندار همین ملک سرزمین در آنجا وفات کند در خاک مردم دفن کنند ننگ آر و ناموس ما در نمیرسد. هزار مرده است. گوریستان های نو پیدا شده. امروز مرده نیست. امروز گورستان های نو در روسیه نیست. امروز الکای فرزندان ما شهروندان این ملت در کشورهای اروپایی گور میشود. این ننگ و ناموس این ملت نیست. در سرخانه های روسیه پر از تاجیک است. ننگ و ناموس این ملت نیست. پر از جوان های تاجیک خاکستر کردن بردن در لب یک اقیانوس پرت سر دادن یک چند گرم خاکستر به سر دادن رفت. این ننگ و ناموس ملی نیست. از کدام ننگ و ناموس حرف میزنین؟ از کدام آبروی ملت حرف میزنین؟ یک زمان آمدین با این حرفای ملت فریب کردین، این مردم فریب کردین که گورستان ها پر شد ما باید مهاجرا را برگردونیم. نه بس دیگه جنگ، ما دیگه جنگ نمیکنیم، بس ما برادر میشیم، با آغوش میگیم بیاین میبخشیم یک دیگه را. یعنی مردم باورتون کردن. خوب مردم، یعنی مردم قلبی پاک داشت زود قبول کرد شما را که واقعا راست میگی. دار همین ملک سرزمین در آنجا وفات کند در خاک مردم دفن کنند ننگ آر و ناموس ما در نمیرسد. هزار مرده است. گوریستان های نو پیدا شده. 1000 ساله ها میگذرد ملت ما را طعنه میکنند. هر یک نفره که گذرد میگه این گوریستان گریزه های تاجیک است. در یک مدار حتما همین گپی تو بعد از 1000 ساله ها میبیا که زمانی دولتداری تو گوریستان های تاجیکستان در روسیه، گورهای تاجیک در روسیه پیدا شد و این چیز برای تو نسلی بعدی میگه. تو فکر کردی که خب قضیه جنگ شهروندی 100,000 200,000 نفر بود دلت سوخت، اما امروز میلیون ها نفر در بدر گروه مردم ترک شهروندی میکنن. ایرا چرا نمیگی؟ یک بار در رسانه نمیبری، در افیرت در همون برنامه های دروغینت بگو که ای مردم الکای اقتصادی ما در زمین زد، زندگی ما در زمین زد، هزارها مهاجر گروه ترک وطن دارن، مرگ ما از الکای گورستان تاجیکستان در روسیه ساخته شد. الکای سردخانه ها پر از تاجیک است، شعبه های پلیس پر از تاجیک است، رسانه های روسیه پر از نام تاجیک است، زنهای روسیه در آغوش، زنهای تاجیک در آغوش اجنبی خوابیده است. ننگ و ناموس ما نیست. ما ملت باید از این سیاست پس برگردیم، یک سیاست درست بگیریم. چرا این گپ نمیگین؟ چرا با استعفا نمیرین؟ همین به همین سخن، به همین شجاعتی که بیاد دارین، چرا یک بار نمیبرین بگین که ای مردم من نتونستم، نه آبروی این ملت ها آوردم، نه برای ملت زندگی درست دادم. دیروز در یک ماشین چی میگیم باربره ما دیدیم 10 تا 12 15 تا زن تاجیک گروگان در دست یک قرغیز در زمین قرغیزستان، گروگان زنهای تاجیک، زن میگه مادر از رحمانوف غمخوار زنهاست، میرود از زیر زنها در نزد زنها عکس میگیره و گویا همه زنها را احترام داره و مادر دیگر است و مادر فرشته است و اینقدر حرفای پوچ به معنی اشولا میخوند در گوش مردم. دلتون برای زنها نسوخت؟ دیدن زن تاجیک در یک ماشینی که اصلا پارو شاید میبرند، ماشینی که خب من معذرت میخوام شاید حرف سخت گپ من سخت برسه که در اون ماشینا اصلا اخلاط میبرن، در اون ماشینا چاروا شاید میبرن. یکیم زنهای ما و شما در اون سوار شدن، پنهان شدن، نشستن، اصلا در عقل درست نمیبیو. از روی چی؟ چون از روی که از تاجیکستان بران در زمین قرغیز کار بکنن یک پول به دست بیارن. اگر شما واقعا کشوری آزاد بدین، دولت آزاد و اقتصاد خوب، صنعت خوب، دولت خوب داشته، چرا زنهای ما میروند در همسایه کشور در زمین یک اجنبی غیر رسمی میرن کار میکنن؟ احوال ببین با یک ماشینی که اصلا در عقل درست نمیبیو. سوار شدن در این کشورها جنایت از چنین اصول. یک نفر در این کشور اروپا اگر همون نبود، اگر که پلیس پیداش بکنه، یک رسانه ببینه، جنایت است، جنایت. میفهمین؟ ولی زنهای ما از مجبوری کار میکنن.
شما باشین میبرین در گوش مردم اشولا میخونین گوریستان های نو پیدا شد مهاجرا را ما باید برگردونیم. خب خیلی خوب برگردون، مرحمت برگردون. قدرت و توانایی داری برگردونین. امکانیت چه دارین؟ در طول 30 سال یک بار در یک برنامه تان شما همون قدرت را ندارین که همون مهاجرا گفته باشه که چطوری که لوکاشنکو 10 سال آخر 15 سال آخر فقط در مسئله 500 دلار معاش گپ میزنه که ما باید 500 دلار معاش بالا کنیم. در 10 سال یک چی کپی است. شما هم لااقل در همین طول 29 30 سال راهبریتون یک بار گفتین که ما باید مهاجرا را برگردونیم؟ گفتین؟ نگفتین. با همون خاطر دوستان عزیز نظر بنده است. اصلا برای من این روز قدر مهمه نمیحسابم، چون من خیانت در حق این ملت میبینم، تجاوز در حق این ملت میبینم و خیانت در خون شهدا، خون کسانی که در همون شب و روز ریخته شد، خون پاک داشتن به خاطر همین وطن، خاک وطن ریخته شد، به خاطر دین مقدس ریخته شد. اما خب نسل بعدی، گروهی بعدی یا اومدن منافع شخصی استفاده بودن، شاید کسی دلش سوخت. خلاص در عموم اومدن همچون یک چیزی ناسالم ساختن. اصلا وحدت سالم مریض بود، شاید بیمار بود که در کوتاه‌ترین فرصت ما این چیز از دست دادیم. این بود مسئله وحدت.